الله متعال در قرآن کریم میفرماید که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مصیبت ها که یک مصیبت کلمه عام هست، شامل همه انواع سختی ها و مشکلات و بحران هایی که انسان در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خود با او مواجه میشه، یک مصیبت است. کل از اینها که میرسه یک سببش است فبما کسبت ایدیکم، در نتیجه اعمال است که شما با دستان خودتان او را کسب میکنید. منظورش گناهان است که شما انجام میدید. در نتیجه گناهان الله تبارک و تعالی بر شما مصیبت ها را میاره و این مصیبت ها هم به فیصدی گناهان شما نیست، بلکه الله تبارک و تعالی و یعفو عن کثیر، از خیلی از گناهان شما میگذره. به خاطر بخشی از گناهان و مصیبت ها و گناهانی که شما انجام میدین، این مصیبت هایی که فعلا در زندگیتان میاد به خاطر همین چیزی است که شما او را میچشین. پس ما به عنوان یک فرد در مشکلات موجود اجتماعی دخیلیم، حداقل با انجام گناهانی که انجام میدیم. ولو گناه فردی بوده باشه، تأثیر معنوی بالای خانواده و اجتماع داره. یک نفر ممکن بگه که خب من شراب میخورم در داخل خانه خود هستم. خود خوردن شراب به عنوان یک گناه تأثیر بر علاوه از اینکه بالای او فرد داره، بالای خانوادهش هم داره و تأثیر افراد در خانواده بالای اجتماع هم میکنه، چون ما به عنوان یک بخشی از اجتماع هستیم. و الله تبارک و تعالی در قرآن کریم به این مسئله اشاره میکنه. در جای دیگه هم میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر، فساد در خشکی و در دریا آشکار شده. چرا؟ بما کسبت اید الناس، به خاطر او گناهانی که انسان ها با دستان خود انجام میدن. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ملتی که خدا با اسلام بلندشون کردن، اگر اسلام و پشت سر گذاشتن، خداوند تعاملش با اینا از کفار بدتر میشه و خطرناکتر میشه. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت، که همیشه این دوتا آیه رو میخوندیم خودمون تو جزء عمه، معنیش نمیفهمیدیم چیه. چطوری دریا منفجر میشه؟ اصلا تو باورت میشه که دریا منفجر بشه؟ یکی از علامات قیامت دریا منفجر میشه، آب به هوا پرت میشه. و قبل از این که پرت بشه، منفجر بشه آب، اول به جوش میاد. اذا البحار سجرت، اول این آب به جوش میاد، بعد پرت میشه تو هوا، منفجر میشه. سبحان الله. این دوتا حالت تو اندونزی، تو سونامی به وجود آمد. اول یک زلزله در اعماق دریا، همون جزیره‌ای که میرفتن برای عیش و نوش و خوشگذرانی و شرابخوری و فحشا، زیر آب لرزون زمین رو شکفت، کوههای آتشفشان رو فعال کرد، سرازیر دریا کرد. بعد این دریا رو نزدیک 30 متر به هوا پرت کرد. بعد با سرعت 800 کیلو در ساعت به ساحل پرت کرد. خوب دقت بکنید چه شد؟ در یه چشم هم زدن. سرعت 800 کیلو دریای منفجر شده دنبال کرد همون انسانهایی که میرقصیدن، نیمه عریان بودن، از نعمتهای خدادی استفاده سوء استفاده کردن. چرا الله تبارک و تعالی کثرت فساد در خشکی و دریا را در نتیجه اعمال ما ذکر میکنه؟ لیذیقهم، به بخشی از گناهان ما را در دنیا برای ما بچشانه، لعلهم یرجعون، تا که شما پس دوباره باز بگردیم. یعنی الله تبارک و تعالی خود اینمی سختی هایی که ظاهرا ما در دنیا تحمل میکنیم، این در حقیقت نوع خیرخواهی است که الله تبارک و تعالی برای ما شما میکنه. خیرخواهی به چی؟ لعلهم یرجعون، تا که ما دوباره به طرف الله باز بگردیم. به همین خاطر هست که انسان هایی که از لحاظ معنوی مفاهیم و مشکلات زندگی خود را تحلیل میکنن، اونها در سختی ها هم برای خود خیر را میبینن. و اما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا در زندگی از اونها میباشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. بنده مؤمن برش هر حالت خیر است. اگر برش مصیبت میرسه، همین مصیبت در مقابل همین مصیبت صبر میکنه
و به دنبال پاداش معنوی خودش، این برش خیر است. و اگر برش نعمتی میرسه در مقابل این نعمت هم شکر میکشه و الله تبارک و تعالی این نعمت را هم برش به خیر مبدل میکنه. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این نکته میگه ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن؟ چرا برای غیر مؤمنی حالت نیست؟ به خاطری که غیر مؤمن بر مبنای مفاهیم معنوی تحلیل نمیکنه. خیلی از مردم هست وقتی برشان یک مشکلات سختی ها میان کاملا از زندگی ناامید میشه و به اندازه مشکلات و سختی هایی که دارن ناامیدیشون به اندازه میبینه گاهی وقتا دست به خودکشی هم میزنن. و امی خاطر هست که انسان هایی که تکیهگاه معنوی ندارن و از لحاظ مادی هم به مشکل برمیخورن، آخرین حلش هم دست به خودکشی میزنن. و به امی خاطر هست در کشورهای بسیار پیشرفته آمار خودکشی به مراتب بالاتر است. اگر فقر عامل خودکشی بوده باشه در کشورهای فقیر باید بیشتر بوده باشه، چرا در کشورهای ثروتمندتر هست؟ پس به دنبال عامل دیگه انسان باید بده باشه و قطعا بزرگترین عاملش معنویات است. پس انسان مسلمانی زندگی خود را و مشکلات و وضعیت زندگی خود را تنها بر مبنای مفاهیم محض مادی تحلیل نکنه. هر وقتی که براتون مصیبتی آمد، در کنار از اینکه به اصطلاح اسباب مادیش میبینین، یک بار که خود ببینین ما چی گناه را کردیم، ما مرتکب چی گناهی شدیم که آلی مصیبت بر ما آمد.